دوستان ما از یکم کس برای هر یک تایشون $100 آماده کردگن. در سیرکای در کامنتاری بده میدروین هنگامی رجیستراسیون پروموکودی یابانی را استفاده میکنین و شما پر میکنین صاحب $100 میشین. شانسی خودتون ایدست نتین. سیرکا در کامنت. یا سلام و یا پیغام مفورتون بخندیم. مرحمت. قصه درباره زنکای سوریمنی. یک بلندین که در بالنیسه تولد میکنه، سگونیکا تولد میکنه. یکان لحظه پس کودکار میره، آتش داری دستش، آتش داری دستش، آتش در پیش موندیه میخواد نگاه کسی به نوبت یک منگیر میگه چو اکی کودک بنیش این قدر باشه. فهمیدم این کودک ای همه یا بری گروزین میشه دیگه. سنی ایش نگاه میکنه گوشاش لقه، لینجاش سب سرخ، لینجکاش سرخه، گوشاش لقه یه کشیده باشه. فهمیدم یه همون بغالترمان اندره وسیلویچ چی دیگه. طرفی سیمانگی گودک نگاه میکنه همه خیلی خواه گودک آنها خیلی دستاش قطی آنها خیلی زنی که بچاری یا فکر میکنه طرفی گودک نگاه میکنه چی بگه؟ ای دست سک زنیاش ای سکاری زنیاش ای خدازده ای همون معلیمی پراویلی افتشکالشی دیگه. سر بلند سلام یا پیغام. در این روزهای سرمی زمستان از ملک غریب و یک قصه بهترین برای هواداران شهر محمد. قصه درباره غریب بچه که در غریبی افغان شده پیاده سفر به تاجیکستان میگذره میخواد رفتن میگیره در گرانیتسا میرسه. همه خیلی گرانیتسا میرسه اخرانا خیلی هستن پگرانیشنیکو یا پگرانیش نگاه میکنه هم خیلی پی پا رفتگی نگاه میکنه های همون جاده یک برادر ششتای ریدسته تاری سرش میره افتمت زرجات میکنه میگه تو چیکار کردستی اینجا؟ هیچ اکر ریدسم اومگه ایسن تا گوهی سایده کو گفته اگه شما پگرانیچکا میمونین که ما رنگی آدم برینیم. سربلند باشین برادرها. کسی ده که قصه های ما پسند میه سیلکی پایان بدرویه. خواهشمند باشه. اگر سلامتی بر دوام همه شما در مادران شهر محمد جان ای ملکی پر درد غریب به همتون تنی صحت تمنا میسوزم. کروناویروس سر شده گفته هم گرفته جوره یک برادرم گرفته ایران رفته همه پوستینه به پوستینه یک شطور قطعه خیلی رفته بای خونده عرق میکنه عرق نمیخواد او شب حلقه میشه رفته سته یک ولسفدگی پیش کتی میزگره این شطور کش ای بیست مثل چی پای چی با مگه ما در شطور رسم من عرق خیزنم تا عرق نکدستی و گفته همون که ولسفد ما تیزای میکنم سرعتش که تیزید شمال میخری نمیمونه تا عرق کنی همون که ولسفد تیز بوده و همون قد تناب آزاد خط حس میکنی شمال غرق میشه عرق نمیکنی خراشو مگه ولسفدگی میره این موسفدم در پاچکوی شطور مزنه شطور یک ساعت قریب 95 کیلومتر میدوه پیز دست میشم که من رفته ای داشت کف رفته مثل یک گلویسش میدوه ایسوسه یاد بار پوچش خیلی تلو میکنه گپی همون ولسفدگی پیشی میره سرعتی تسک تیز نشد این شطور رو دووندم ایز نشد خنوخ خورده مرده. سلام علیکم. به خاطر یار و برادرایی که ذره با شما خاطر و یار خرسان کنیم یک برادر غریب میبوی خیلی غریبی در کار میکنه یک سال نیم سال یکان دختره که نغز میبینه ایدومش همیت نبلودت کده دو کده خلاصه یه جدا خیلی سلوچین چه میغلطن سلام علیکم علیمه سلام علیکم باور کنین نکنین ما حجقه بگم ما لیشن شخصا شما رو دوست میدارم دخترک میفهمم شما یا میفهمم ما میره چند وقتی زمیت که کردم که شما خفای ما میدوین خیلی هیچ گپ نیست ما ریزا دیگه مردک ای خرساندیشو نمیدونه چیکو کنه گفته معلمه بیا یکون رستوران رو خیلی شینه ما که خیلی ما با ارزام رسیدم بیستویت یا ما دوست میدارم شما یا رستوران یک پیاله چای کنیم معلمه که دخترک ریزا میشن میرن رستوران در افسیانت فیرو میکنه دخترک مینیو رو میگیره همه خیل اوقات زکاس میکنه همه آورده سیان خورده استای
این مردک همه خیلی نگاه میکنه میگه این قدر فیگورای خوشرو داره فیگورای نژنی داشته باشه این چی با این قدر بسیار خوب داشته باشه یا پرسانشم که چی با این قدر بسیار میخواد میبخشین گفته معلم خطونی خیلی آدم خرابه فیگورتون نژنی این قدر اوقات چخه شما این قدر اوقات بسیار میخورین گفته میبخشی صابر جان وقتی من میسیش نشیدم هم خیلی بسیار میخورم اوقات